ما اگر فعالیت درست داشته باشیم در 10 سال اقتصاد ما بلند میشه. چگونه؟ کارخانه را تامین بکنیم، استثمارات را تامین بکنیم، کار را زیاد بکنیم به مردم که خلق بیکار نمونه. در 10 سال اقتصاد ما بلند میشه. این مربوط به فعالیت ما داره. بعضی نارسایی ها بود در ابتدا جنگ بود پس آنها یک دولت نوپا سر پای شده، یک دولت نوپا سر پای شده یک دم نمیتونه همه کار پیش بره. حالی شده، حالی وقتش رسیده که باید ما سطح کار بلند بریم، فابریکه را فعال بسازیم، شغل با مردم زیاد بکنیم، کارآفرینی با مردم زیاد بکنیم، ما بلند میرویم. توجیکستان سطح درآمدناکیش به درجه لازمی رسیدنش 100 سال حتی کمی میکند، با آن خاطر که توجیکستان امروز با هر گونه نشاندهنده های فساد، با سطح پستی معارف، با نورسایی کادری دچار شده ایستاده است. این 100 سال حتی کمی میکند اگر این احوال ادامه یافتن گیرد. توجیکستان دارای ذخیره‌های گئولوژی یا که دارای ذخیره‌های کوهی نه آنقدر غنی دارد که با آن درآمدناکی سطح لازمه برسد. لیکن احتمالاً میتوان گفت که برای توجیکستان همچون معجزه اگر یک نفر یک شهروند پیدا شود که یگان فیسبوک رو اگر اختراع کند و در آن حالت یک سطح درآمدناکی توجیکستان رو از روی صنعت رقمی بلند بردارد، در اینجا میتواند یگان معجزه رخ دهد و سطح درآمدناکی مردم توجیکستان به سطح لازمه برسد. من توجیکستان از 100 سال کمتر نیاز دارد برای این یکی به ترقیات همون کشورهای خارجی رسد. این همه از مردم وابسته دارد. چقدر که مردم زیادتر کوشش کند که اما قدر دیگر ممکن است توجیکستان ترقی کند. باید کارخانه‌های صنعتی رو بیشتر اندوستری کنونی کنند، صنعت وزنین و پیشرویش صنعت سبو و فندگی برای همین کارها رو باید کردن. آموختن در کار، علم آموختن در کار، کادرها رو در خارج ها و حاضر زمان باید کردن در کار، علمی حاضر زمان، کامپیوتر و مثال چیزا کسی. 100 سال اگر از یک جانب گیره درست است، ولی چون دیگر دولت ها که 40-50 سال گفته به حقیقت نزدیک میآید و اگر این آرزوها، این مقصد و هدف ها عملی شود بسیار خیلی خوب است برای آیندگان البته.